خانم حواسشون باشه افزایش مهریه باطله. مهریه همونه که تو عقدنامه مندرج شده. پرونده داشتم من که مرد اومده بود به خانم گفته بود میخوای خودت به من ثابت کنی بیا مهریتو ببخشون یا مهریت ابراء کن به من. هر چی مهریته من 2 برابرش رو چیکار میکنم؟ مهر شما میکنم. بریم دفتر خونه این کار رو انجام بدم. خانم من خودم با فرض این که من خودم به مرد ثابت کنم این آقا میاد 2 برابر مهریه‌ای که من داشتم برام مهر تعیین میکنه. اومده بود این کارو کرده. قبلا هم بخشنامه نشده بود که این موارد تو دفاتر اسناد رسمی این کار انجام ندن. الان بخشنامه شده. بعدن اختلاف خورده بودن. خانم اومد برای مطالبه مهریه‌اش با این دفاع مواجه شد که افزایش مهریه باطله. مهریه همونه که تو عقدنامه مندرج شده. یعنی اون بخشش درسته، افزایش باطل. افزایش عملاً هیچی به هیچ. این خانم کل حقش تضمین شد با این موضوع. چون یه رأی دیوان عدالت اداری داریم. با این رأیی که الان